عرضم به حضورتون که میریم سر وقت پودمان 1 و کار با نرم افزار صفحه گسترده. ببینیم چه خوزعبلاتی رو قرار یاد بگیریم. خیلی ارادت داشتم به این داستان. آقا مخلص کلامو بخوام بگم، فکر نکنید که الان داریم یه برنامه هست، اینمی که برنامه آفیس دیگه، اکسل و اینا. اکسل همون جدول و فلان و این چیزا. داداش اکسل خیلی خفنه، خیلی خفنه. ببین یعنی یک غول خفته است. چی جوری برات بگم؟ اینجوری میگم، فرض کن چند هکتار زمین داری، خب چند هکتار زمین ریخته جلوت. یه نفر بسته به خلاقیت و دانش و مهارتی که داره میتونه از اون چند هکتار زمین و چه میدونم کشاورزی کردن توش آخر سال بعد 50 میلیون 100 میلیون کاسب شه. یه نفر دیگه میتونه 1 میلیارد کاسب شه. این برمیگرده به دانش و مهارت و خلاقیت خودت که چیکار کنی از این غول استفاده بکنه. پس فکر نکن که مثلا اومدی یه اکسلی یاد بگیری و چه. آره مثلا راجع به ورد بود، ورد دیگه ماکسیمم استفاده‌ای که ازش میشه که تو رزومه است، یکم تو نوشتن پایان نامه و مقالات دیگه، که تو کار خفنی باهاش نمی‌کنن. ولی با اکسل میتونی واقعا بدون شوخی دارم میگم میلیونی میتونی پول در بیاری. تحلیل دیتا، اکسل برنامه‌ای که تو حوزه دیتا ساینس هم استفاده میشه، دیتا ماینینگ، دیتا ساینس. من خودم موقعی که اصلا هیچ شعورم به هیچ کدوم از اینا نمیرسید از اکسل پول در می آوردم. و چی بود میخوام، من اولین گوشی که واسه خودم خریدم با پول پروژه همین اکسل بود. با 10 تا دونه فایل اکسل یه گوشی خریدم. چی خریدم خدایا، رفتم اون موقع LG G4 خریدم، پرچمدار. اون موقع تای گوشی G4 بود، S6 اومده بود و G4 S6 سامسونگ. S6 کلی داستان براش درست شد، من رفتم G4 خریدم، خودم رفتم گرفتم، یعنی با 10 تا دونه فایل اکسل. خیلی باحال آقا، حسابی بهش بچسب. اگه نمیچسبی خودم میچسبونم. آره خب آقا، سوال، کسی با اکسل کار کرده تا حالا؟ اصلا میدونی چی هست، راجع به چی میخوایم صحبت بکنی؟ به جز داشلی در حد درست کردن جدول. آره ببین، جدول کلا فضای فکری اکسله آیه عبدالصمد، ولی قدرتش میشه تحلیل دیتای اون جدول، استفاده کردن این جداول از هم دیگه، لینک شدنشون، گزارش های گرافیکی، بصری سازیایی که میشه از این جدول کشید بیرون. خود قدرت اونجاست. اینا درست کردن جدول که صرفا یه کار دیتا انتری داریم انجام میدیم. حالا جلوتر میبینیم داستان اینجور چیزا چیه. بریم جلوی کمی داستانشو بخونیم. طبق معمول کتاب همیشه اول فصلش یه مش داستان مینویسه. پودمان کار با نرم افزار صفحه گسترده. ممکنه بگی که آقا چرا الان نوشته صفحه گسترده، چرا اکسل نگفته؟ میبینیم علت اون جلوشو، عجله نکن. میگه نرم افزارهای صفحه گسترده، درست کنیم واسط اگه از بس خوردی خوابیدی چشات ضعیف شده تو ایام عید. آره، نرم افزارهای صفحه گسترده در تمام حوزه‌های کاری که به نوعی با محاسبات عددی و مالی، دسته‌بندی و تحلیل داده‌ها، بانک‌های اطلاعاتی یا گزارشگیری سر و کار دارند دارای اهمیت است. خیلی مهمه. یعنی میگه هر جایی که تو سر و کلت با داده، اطلاعات، دیتا باشه، قطعاً یه اثری از این برنامه‌های صفحه گسترده می‌بینی. حالا یکی از این نرم افزارها اکسله، برنامه دیگه‌ای هم هست که اینجوری کار. از کاربردهای دیگر این نرم افزار در کسب و کار میتوان به ایجاد فرمول‌های محاسباتی، تحلیل داده‌ها و طراحی نمودار اشاره کرد.
نرم افزار صفحه گسترده اکسل، یعنی اکسل یکی از این نرم افزار صفحه گسترده اکسل از مجموعه نرم افزارهای آفیس 2016 که حالا این تیکشو یه کوچولو باهاش مخالفم. اکسل رو حداقل از دورانی که من در دوران طفولیتم بودم آفیس 97 میخورد به سنم، آفیس 97 بود، بعد 2000 بود، بعد 2003، بعد 2007، بعد 2010، 13، 16 و الان هم که 19. حالا به زودی هم باید منتظر 22 باشیم دیگه، احتمالاً تو یه 5-6 ماه دیگه نسخه 22 فکر کنم بیاد، ورژن بتاش. از مجموعه مجموعه نرم افزاری آفیسه، یعنی صرف ورژن چندش نیست. با داشتن ابزارهای کارآمد و تخصصی در حوزه‌های همچون امور مالی، حسابداری، آماری، ریاضی و بانک‌های اطلاعاتی توانسته کاربران را در سطح وسیعی جذب کند. برنامه صفحه گسترده معمولاً قابلیت‌های گرافیکی را برای تولید خروجی و ایجاد نمودار و انواع متعددی گزینه‌های قالب‌بندی واسه متن، اما ماجرای خوشکلاسیون خودمون دیگه، و مقادیر عددی فراهم می‌سازد. در این پودمان ضمن آشنایی با ابزارهای نرم افزار اکسل، مدیریت کاربر، کار با انواع داده، قالب‌بندی سلول‌ها، فرمول‌نویسی، کار با توابع، طراحی انواع نمودار و تنظیمات چاپ کاربر رو فرا خواهید گرفت. بخوام این ارزم به حضورتون که 2 خط آخر رو خلاصه کنم، قرار پوستمون پاره بشه. جمالی میگه که خفن ترین کاری که با اکسل میشه انجام داد چیه؟ ببین تو حوزه دیتا ساینس تحلیل داده، خب این خفن ترین کاریه که میشه باهاش انجام داد و حالا چون هیچ ذهنیتی نسبت بهش ندارید نمیدونم چی جوری بگم، خودم هم نمونه ای از اون پروژه خفن ندارم، چون معمول دیتای ثروتمندی واسه شرکت، همچین مثلا در جایی در اختیار کسی قرار نمیگیره که بگیم این مثلا یه پروژه خفنه با اکسل. تنها راهش اینه که خودت تو این حوزه وارد شی و این پله پله بری جلو، ببینی چه قابلیتایی داره، چه کاری میشه انجام داد. ولی خودم همون مثالی که زدم، گفتم مثلا با 7 دونه اکسل یه کاری انجام دادم، مثلا این یکی از اون اکسلاشه اینا که توش خودم دیتا میریختی، یعنی این اکسل رو جوری طراحی کرده بودم توش عددا رو فقط وارد میکردی، بعد خودش میومد همه این ارزم به حضورت که این صفحه ها رو خودش به صورت خودکار تولید میکرد، اطلاعات رو میریخت داخلش، این نمودارها رو خودش خودکار میذاشت و ارزم به حضورت که کاملا هم داینامیک بود. یعنی این که مثلا میگم اینجا این عدده مثلا درصدش خورده 50، یعنی اگه عددش مثلا 1% بزنه این آبیه کم میشه، یا اگه مثلا 100% بزنه این آبیه تا ته پر میشه. اینجا مثلا بسته به عدد رتبهش این رنگ سبز، طیف قرمز تا سبز رو بهش میداد. و دیگه مثلا بخوام یه کار باحالشو مثلا بهتون بگم، بذار اسم یه نفر رو من اینجا ببینم چون اسامی اینا رو مثلا یادم رفته. اینجا کی بود؟ مثلا نگاه کن، این یه کاری که با اکسل من انجام داده بودم، اومده بودم یه جور خودم کارنامه درست کرده بودم. این بالا خودت می اومدی اسمشو می نوشتی، اسم طرفو، خب کارنامهشو خودش برات می آورد. آقا این کارو ما باید میتونیم انجام بدیم. نوگل واقع زندگیم پروژته. آره دیتا بهت میدم، میگم اینو واسم طراحی کن. بله عجب شبی شده، شب فضا هپی شده. میبینی همه اینا داینامیک خودش تغییر میکنه. اینجوریه داستان. این خفن ترین کاریه که من خودم با اکسل انجام دادم قبل از اینکه اصلا تو حوزه دیتا ساینس وارد بشم و اصلا بدونم همچین حوزه‌ای هست. و با 10 دونه فایل اکسل اینا 14 تاست، با این 14 تا رفتم یه گوشی خریدم به همین سادگی. بعد این چی میگه؟ شرکت بعد از این رو باید بیان نبراشی که همین سیزی بقیه چیزی ما. آره این داستان اصلی اصلا میگه گفتم چرا احساس خوبی نداشتم به اکسل. تو کلا به نظرم احساس خوبی نسبت به من و درسم نداشته باشه عبدالسلام، چون بوت استراب هم درس میدادم یه همچین جمله احتمالا میگفتی.
با توجه به پروژه‌ای که قرار بود. فکر کنم ایرانیان شاپو بعد از اول با بوتسترپ طراحی می‌کردیم میاره بالا. آره عزیزم، باید پوستت پاره بشه تا یاد بگیری به جایی برسی. و سلام. برو آقا، واحد یادگیری 1 شایستگی کار با نرم افزار اداری صفحه. آیا تا حال پی برده نرم افزار صفحه گسترده چه کاربردی در زندگی روزمره و امور اداری دارن؟ نه، منتظر بودیم تو بهمون بگی. چه کارهایی را میتوان با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده انجام داد؟ به تو ربطی نداره. تفاوت انجام عملیات محاسباتی و روش دستی و با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده چیست؟ برو این چیه؟ با چه امکاناتی میتوان سرعت انجام محاسبات را افزایش داد؟ چه امکاناتی؟ سنجت بخور. هدف از این واحد شایستگی کار با نرم افزار اداری صفحه گسترده اکسل است. باریکلا. خب بریم یکم داستان بخونیم. میگه حاجی رضا در یک هنرستانی به عنوان دفتردار مشغول به کار است. دفتردار خداوند بهشون عمر و عزت بده، واقعا یکی از گلترین کارها از لحاظ حجم کار تکراری و روزمره به نظرم تو حوزه آموزشه. واقعا یه مش کار تکراری و هر روز تو باید انجام بدی، هر سال تکرار بدی، حجم کار بود. میگه او برای این که دردسر رو میخوای ببینی یه مثالش اینجا برات زده. میگه وی برای این که فهرست مشخصات هنرجویان هنرستان رو داشته باشد، در یک دفتر اقدام به یادداشت مشخصات هنرجویان شامل نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل صدور، رشته تحصیلی معدل کرد. باریک. یعنی فقط یه دفتر برداشته، خب توش اسم همه هنرجوها رو نوشته، بعد گفته این ننش کیه، باباش کیه، که به دنیا اومده، کجا به دنیا اومده، چه رشته میخونه، نمیدونم معدل سال قبلش چی بود، از اینجور داستانه. میخوای حجم کار دستت بیاد، الان همین هنرستان خودمون نوگل باغ زندگی، نوگل باغ زندگی، همین هنرستان خودمون، عرضم به حضورتون که پایه 10 و 11 تو هر رشته 2 تا کلاس داره. یعنی 4 تا کلاس برای 10، 4 تا کلاس برای 11، 8 تا کلاس، 2 تا هم 12 داره، مجموعاً 10 تا کلاس. هر کلاسی هم میانگینشو بگیم 30 نفر میشه چند تا؟ 300 تا. یعنی این حاج رضا باید مشخصات 300 نفر رو تو یه دفترش بنویسه، فقط برای اینکه اطلاعات پرونده‌ایشو داشته باشه. این کیه؟ ننه باباش کیه و اینا. این به کنار. یه دفتر دیگه برداشته حاج رضا، همچنین در یک دفتر جداگانه اطلاعات مربوط به کارنامه هنرجو. آخ 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 آخ، دلم گرفت. یعنی مثلا یه دفتر برداشته 300 برگ، تو صفحه اولش میگه این صفحه فقط واسه چه میدونم معیار عبدالصمد که حس خوبی هم نداره به اکسل. خب اینجا گفته که آقا اسم درس رو نوشته، نمرهش رو نوشته، بعد گفته نمره مستمرش اینه، این نمره پودمانشه، این میشه نمره نهاییش، بعد درس بعدیش اینه، این یکی اینه، بعد همه اینا رو نوشته، آخر سرم معدلش خودش میاد دستی با ماشین حساب یا اولفصل حساب میکنه. فرض کن اینجوری. اون مدتی دریافت رضا، البته فکر کنم یکم کم توان ذهنی هم بوده، چون میگه پس از مدتی دریافت که با خط کشی و جدولبندی صفحات 2 دفتر یعنی بیاد تازه خط کشی کنه اینا رو، قبلش خط کشی نمی‌کرده بنده خدا، ساختار بهتری برای محاسبه معدل هنرجویان ایجاد خواهد شد. به این ترتیب بود در هر صفحه از این دفتر رو جدول شامل 7 ستون برای ثبت مشخصات هنرجویان رسم کرد. اینا مثلا یه نمونه برات آورده که اگه زحمت بکشی یکم فشار بیاری به اعضا و جوارح بدنت، به کتاب صفحه 3 رو نگاه بکنین، عکس رو به صورت خیلی واضح میتونی ببینی. نوشته اینجا ردیف، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل صدور، رشته تحصیلی و معدل، مثلا اطلاعات 10 نفر نوشته. حالا همونو معادلش رو تو فضای نرم افزار اکسل هم نوشته که ما کم کم بهش میرسیم. حضرات یه اثری از حیات و نشانه‌های زندگی و نفس کشیدن حداقل تو چت نشون بدین. تا اینجا واضحه که داستانمون چی بود، چیکار می‌کردیم. این کاری که نمی‌کردیم، می‌خواستیم ببینیم که
چه معصیت چیه؟ چه چی سختی چی بود؟ نمیدونم. عدسم گرفت، صبر اومد. چرا عدسه نمیاد؟ ای بابا خیلی بده، عدسه‌ای که بخواد بیاد ولی نیاد. آره میگه که همچنین برای این به کنار مشخصه رضا در پایان نیم سال تحصیلی برای محاسبه معدل هر هنرجو به صورت دستی و به کمک ماشین حساب نمرات مربوط به هر درس رو در تعداد واحدش ضرب میکرد. میدونید دیگه بچه معدل چجوری حساب میشه دیگه؟ هر درسی یه ضریبی داره، مثلا میگن چه میدونم ریاضی ضریب 4 داره، مثلا زبان انگلیسی ضریب 2 داره. ضریب یعنی اهمیت اون درس نسبت به درس‌های بقیه درس‌ها. واسه همین میاد نمره نهایی اون درس رو تو اون ضریب ضرب میکنن، بعد میان تو معدل گرفتن به جای اینکه تقسیم بر تعداد دروس کنن تقسیم بر مجموع ضرایب میکنن. مثلا درسی که اهمیتش بیشتره مثلا طراحی وب که خودتونم میدونید هیچ درسی اندازه درس من انقدر اهمیت نداره، مثلا ضریبش 100، زبان انگلیسی مثلا ضریبش 1. خب این مهمه، پس باید تو معدلم مهم باشه دیگه. خب واسه همین نمره این ضرب در 100 میشه، انگار که تو 100 بار از این درس نمره گرفتی و یه دونه زبان انگلیسی هم میاد کنارش تقسیم بر 101 میشه اون معدل. واسه همین خوش به حالت که مثلا زبان انگلیسی رو 1 گرفتی، نمرت شده چه میدونم 2، بعد طراحی وب مثلا چی گرفتی؟ عرضم به حضورت که 20 گرفتی. بذار الان خدایی بذار حساب کنیم جالب شد. فرض کن که 2 تا درس بیشتر نداری. وقتی بگو مریضی، وقتی بچهای مردم سر این مثالا میزنی. آره مریضم. خب مثلا طراحی وب خب با ضریب 100 نمرش هم 20 شده، جمع میشه با نمره 2 که تو زبان انگلیسی گرفتی ضریبش هم 1. ای وای این میشه چند؟ میشه 2002. بعد تقسیم بر چی میکنی اینو؟ مجموع ضرایب چیه؟ 101 دیگه. بیا معدلت شد 19.8. ببین ضریب اینجا اهمیت درس بیشتر بود، چجوری کشوندت بالا. کنکورم همینا دروس ضریب داره. حالا فرض کن مثلا این ضریب نبود، عادی میانگین میگرفتی، چجوری میشه این 19.8 رو یادت باشه مهندس؟ میومدی میگفتی خب 20 به اضافه 2 نمره زبان میشه 22 تقسیم بر 2 معدلت میشد 11. معدل 11 کجا؟ اینجاست که طراحی وب به دردت میخوره که شب تیکه بزرگت گوشت نباشه. آفرین. خب میگه رضا در پایان نیم سال میومد در تعداد واحد ضرب حاصل جمع و محاسبه میکرد، در انتهای زیر صفحه زیر جدول یه سطر دیگر برای ثبت معدل اضافه میکرد. همچنین برای مشخص کردن وضعیت قبولی یا مردودی هر درس ستونی رو به اون تهش اضافه کرد و میگفت نمرات هر درس رو بررسی و نتیجه رو تو اون ستون وارد میکرد و انجام این کارو برای هر هنرجو زمان میپرد. خیلی خلاصه بخوام بگم رضا یه بدبختی بوده تو هنرستان که از شانس گندش تکنولوژی بهش نرسیده بوده، ظاهراً به عنوان دفتردار مشغول بوده و کارش هم بخوام شرح بدم، دیدی جدیدن میگم بدون اینکه مستقیم بگی با یه جمله بگو چی کار هستی، پوستش پاره میشده. همین. بریم از ادامهش ببینیم داستان چی گفته کتاب. این محاسبه طولانی رضا را به این نتیجه رساند که از نرم افزار مناسبی استفاده کنم. پس فکر کنم هم دوران نرم افزار بهش رسیده بوده، دوستمون یکم کج میزده تا بتواند به شکل مناسبی جداول خود را در آن ایجاد بکنند. نرم افزار مورد نظر رضا باید ساختار جدولی مناسبی داشته. چرا؟ خب معلومه دیگه، خود رضا هم به این نتیجه رسیده بود با اون عقلش که دیتا رو اینجوری مرتب منظم تو کاغذ خط کشی کنه کارش راحت تره، قابل فهمتر و بهتر میتونه رو دیتا عملیات تحلیلی انجام بده، کار کنه، مثل همین معدل گیری.
پس نرم افزار مورد نظر رضا باید ساختار جدولی مناسب و به سهولت امکان انجام محاسبات پایه همانند محاسبه مجموع، میانگین، حاصل ضرب، محدود کردن عناوین وارد شده و حتی در صورت نیاز امکان ایجاد نمودار برای درک بهتر وضعیت تحصیلی هنرجویان و چاپ نتایج رو داشته باشه. یعنی آقا یه نگاه بکنه به این، نیاد ببینه که آقا مثلا مدیر هنرستان نیاد معدلای 300 نفر رو دونه دونه نگاه بکنه، بعد یه جا اینجوری یه کاغذ قلم بگیره دستش باز خودش اینجوری مثلا چوب خط پر بکنه که چه میدونم الان یه نفر قبول شده، یه نفر قبول شده، یه نفر افتاده، دور شدن 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر، اینجوری پر. با یه نگاه بتونه بفهمه مثلا چجوری میتونه این کار رو انجام بده با نمودار یا با رنگ. نگاه کن کاری که من خودم انجام داده بودم. مثلا اینجا من این حرکتی که زده بودم مثلا چرا اومدم من رنگ استفاده کرده بودم. الان مثلا معلم راهنما مشاور این بچه ها توی این آزمون می اومد با نگاه کردن به این ستون میفهمید اصلا این رنگا داره خودش با آدم حرف میزنه، میفهمید که الان بچه ها تو درس هندسه 1 تو امتحان ترکوندن یا نه. میبینن اینجا گل کاشتن، اما مثلا تو یه درسی مثلا چه میدونم مثل دینی که میبینید رنگا همه چه جوریه، یا مثلا دینی پیش دانشگاهی اومدن مملکت رو با بحران بیابی مواجه کردن و اینطوریه. با یه نگاه تموم شد و رفت. باور نداری؟ حالا بیا عددارم ببین، داره داد میزنه. میانگین اینجا 28%، هندسه چند درصد بود؟ 53%. فهمیدی داستان چه جوریه؟ این عزیزم من. خب مثال دیگه برات بزنم. اینا با یه نگاه معلم میفهمه که بچه‌ها تو این آزمون نسبت به آزمون قبلی پیشرفت داشتن یا در کل افت داشتن. کی چقدر افت داشته، کی چقدر پیشرفت داشته. نگاه کن، این قدرت اکسله. میگم اینا تازه همه برای زمانیه که من هیچی از دیتا ساینس نمیدونستم. یکی از بچهای اون کلاس بود، پروژه های پودمان رو که میدادم میگفتم فروشگاه طراحی کنید و اینا، و یه تیکه میگفت درباره ما. بزرگوار برداشته بود تو قسمت درباره ما، رزومه منو برداشته بود از سایت رایا تدریس گذاشته بود تو پروژه خودش، بعد فرستاده بود برای من. حالا من چون پروژه‌شو چک کردم خیلی از بچهای اون کلاس رزومه‌مو دیدن همونجا. حالا شما هم میتونید ببینید، خیلی چیز سیکرتی نیستش که اصلا رزومه است دیگه. بعد اون موقع براشون سوال شده بود که این چیزایی که من تو رزومم هست چیه. این چیزی که الان تو پودمان 1 میخونیم در واقع جرقه این بود و علاقه و انگیزه منو استارتش رو زد برای اینکه برم تو حوزه دیتا ساینس وارد بشم حسابی و ببینم که ماجرا از چه قراره. یا ابوالفضل نترکی بابا، یه سایت میخواد بیاری حالا. دوستان شما که الان صدا تصویر منو دارید که ایشالله نت که خب همون پس سایت پاکیده. بذار با اجازه حضرات این رزومه بنده است و این حالا مجموع مدارکی که من گرفتم، اینا همه مدارکش مربوط به حوزه دیتا ساینسه، کار با تحلیل داده، تحلیل اطلاعات و اینا. الان اونه برای اون کلاسی ها سوال شده بود بهشون گفتم، حالا گفتم به شما هم بگم خالی از لطف نیست. یعنی در این حد برای من جذابیت داشت که رفتم و این همه دوره آنلاین گذروندم به زبون اصلی بلاد کفر و آره. خلاصه برگردیم سر درسمون که امکان ایجاد نمودار و درک بهتر وضعیت تحصیلی هنرجویان و چاپ نتایج هم داشته باشه. رضا پس از تحقیق زیاد، واقعا خسته نباشه، به این نتیجه رسید که نرم افزارهای صفحه گسترده یا به اصطلاح اسپریدشیت بهترین گزینه برای کار او هستند.
نرم افزار ببین بچه‌ها نمیگه نرم افزار اکسل دقت کن، نمیگه نرم افزار اکسل، میگه یه دسته از نرم افزارهایی هستن که همه این قابلیت‌ها رو دارن. به اون نرم افزارها میگن نرم افزارهای صفحه گسترده یا نرم افزارهای اصطلاحاً اسپریدشیت. بابا بیا اینجا، باریکلا. نرم افزارهای صفحه گسترده حالا چیه؟ داستان اینه، تعریف کرده برات. یک نرم افزار صفحه گسترده یک برنامه رایانه‌ای تعاملی برای فروشگاه‌ها، مؤسسات و ادارات است که امکان ذخیره‌سازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات را در یک قالب جدولی برات فراهم می‌کند. پس نرم افزاری که امکان، خوب گوش کن مهندس، امکان ذخیره سازی، تجزیه و تحلیل اطلاعات رو در یک قالب جدولی برات فراهم بکنه بهش میگن چی؟ یه نرم افزار صفحه گسترده. ازت پرسیدم نمی مثل اکسل، خودت داری میگی اصلا مثل اکسل. اکسل یک نمونه از نرم افزار صفحه گسترده است. آقا مگه چیزی به غیر از اکسل هم داریم؟ بله داریم. اکسل به واسطه که تو پک آفیس همیشه بوده و احتمالاً به چشمون خورده و دیدیم خیلی تو دست و پا افتاده و همه دارن ازش استفاده میکنن. یه چیزی دیگه داریم، مثلا چی؟ بر فرض مثال مهوش، دلم واسش قش رفت، به 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 به. گوگل یه چیزی رو انداخته، گوگل اسپریت شیت، که به اختصار اسمشو گذاشته گوگل شیت. دوستان این شیته، شت نیست. با اون مفهومی که شما روزانه وقتی یک کاری تو زندگیتون انجام میدیم و آخر عاقبتش به این که بگید شت ختم میشه فرق میکنه. این گوگل شیت به معنی صفحه یا کاربر. مثلا اینا، این الان محیط گوگل شیت هست که یک نمونه از برنامه‌های چیه؟ صفحه گسترده، که اگه دقت کنید خیلی محیطش شبیه به چیه؟ همین محیط برنامه نرم افزار اکسل خودمون. حالا نرم افزارهای صفحه گسترده در واقع نتیجه توسعه و شبیه سازی کاربرهای کاغذی حسابداری در دنیای رایانه هستن. یعنی چی؟ یعنی برای بچهای مایکروسافت، رفقای بنده در اونجا، میدونید که من مورگی اونجا آشنا دارم، نشستم فکر کردم، گفتن که آقا ما این کارهایی که به صورت روتین و خیلی زیاد تمام مردم دنیا درگیرشن و دارن زیر خروار کاغذ دست و پا میزنن و گم و گور میشن. مرد هزار چهره بود، آقا مدیری میرفت توی اون دفتر مسعود شصتچی، میرفت اونجا همش توی پرونده و گم و گور میشد. یا آقا اینا رو میتونیم بیاریم خیلی مرتب منظم اونجا توی برنامه، ببینیم اونا چی کار میکنن، تو بیا همینو تو قالب این نرم افزار پیاده سازیش بکن، قشنگ بیار ببین چی میشه. و اینا کار دنیا داره نفس راحت میکشه. چقدر به نفع طبیعت کار میکنه، چقدر به نفع طبیعت کار میکنه. حالا بماند که تو مملکت ما اول میری یه نسخه کاغذی پرینت میگیری، بعد این پرینتیه رو میری فرمشو پر میکنی، میدی به یکی، اطلاعات اون فرمو میبره تو اون حالا برنامه چیزی که داره، تحلیل دیتایی که داره، حالا اکسل، هر چیزی که، بعد اگه قراره کارت بره انجام بشه بری مرحله بعدی، از اون یه پرینت میگیرن میدن بهت، میگن اینو ببر حالا پیش فلانی. خب داداش خسته نباشید، واقعا ما رو ترکوندید. خدا پدر مادر این دولت رو بیامرزه. کاری به هیچ کدوم از حواشی و اتفاقات این چندین سال ندارم. اگه نکته خوبی هست آدم باید خوبم بگه. دولت الکترونیک که احتمالاً به گوش همتون خورده و واقعا بچه این اتفاق افتاده تو این 8 سال، من خودم اینو به چشم دیدم که خیلی از جاها چجوری کاغذبازیاش تموم شد. یکی از نمونه‌هایی که خودم شاهدش بودم، یعنی ورود من
به دانشگاه خروجش کاملا فرق داشت موقع ثبت نام تو دانشگاه و فارغ التحصیلیش بود. اصلا یه حجم زیادی کاغذبازی حذف شده بود و صرفا سیستمی بود. یعنی صرفا کافی بود خودت مراجعه کنی به یه نفر بگی که من دارم فارغ التحصیل میشم الان تو این مرحله‌ام، تو سیستم چک میکرد، 2 تا تیک میزد میگفت اوکی فرمت ارسال شده رفته برای یه نفر دیگه. بعد میرفتم پیش اون نفر بعدی میگفتم من الان مثلا تو این مرحله‌ام، اونم سیستمشو باز میکرد میدید اوکی فرم من تا اونجا تکمیل شده تو سیستم، چیزی پرینت نگرفتم، تمام شد و رفت مرحله بعدی و تمام. کاغذبازی و اینجور چیزا و چقدر تو وقت آدم صرفه جویی شده و از اینجور چیزا. بگذاریم. میگه در واقع نتیجه توسعه امروزه نرم افزار اکسل از مجموعه نرم افزارهای اداری مایکروسافت آفیس پرکاربردترین نرم افزار صفحه گسترده در جهان. در نرم افزار اکسل بسیاری از محاسبات پیچیده از طریق توابع از پیش تعریف شده قابل انجام است. یعنی این دوستان متفکر نشستن دیدن که خب آدمایی هم که بخوان خیلی حرفه‌ای تحلیل دیتا انجام بدن، بیایم برای اون حرفه‌ای ها هم ابزارهایی که لازم دارن رو چیکار کنیم؟ طراحی بکنیم. شما یه سر اگه بیاید تو اکسل این تب فرمولز میبینید که با یه حجم زیادی از فرمولای خیلی حرفه‌ای که اصلا برای اینا دوره‌های آموزشی هست، خب تحلیل دیتا و اینا، چجوری با اینا این همه دوره‌های چند صد هزار تومانی که بیان بگن که شما رو آشنا کنم با همه این فرمولایی که وجود داره و حالا تو اون حوزه‌ای که میخواین کار بکنین به دردتون بخوره. عرضم به حضورتون که بیا فرمول داره تو حوزه وب، حالا چی کار میکنه اینا، مثلا returns data from a web service، دیتایی رو از یه در این حد خفن. جلال خالق جلال خالق جلال خالق ماشاءالله. من به تو عاشق، تو به من عاشق، عاشق نمیدونم چی هیچ. تاجی که لینکی برامون فرستاده علی فیلتر نباشه نریم صفحه پیوندها. اوه باریکلا ببینیم چیه. مصرف کاغذ هستش، بله، یا جاده سادات. تاجی علی میتونی یه توضیح بدی؟ حالا خودت فرستادی خودت هم توضیحشو بده. خوش آمده و شارپ بود. صداتو بس کن، تصویرت هم یه دوست داشتی بس کن. الو آمنا علیکم، بفرمایید. تصویر یکم مشکل داره الان. نداره. ما گوشی رو وصل میکنم به کامپیوتر. خب حالا یه توضیح بده راجع به این چیزی که برام فرستادی. آره چند وقت پیش داشتم یه تحقیق میخوندم که با این حال که هی دیجیتالی تر میشیم و هی داریم مثلا کاغذ رو میذاریم کنار، انقدر محتوای کاغذی و نوشتاری زیاد شده و مردم پرینت خیلی راحت بعد آخر خیلی وضعیت خرابه. آره این گفتم همون مثالی که زدم بدتر مصرف کاغذه. حالا میدونید یه باگ این سیستمیه که میاد طراحی بشه دیگه، یعنی یه سری باگایی داره آخرش هم به اینجور مشکلا ختم میشه و مصرف کاغذه اینطوری میره بالا. ولی باز حالا تو چند سال اخیر هی داره، نه فقط تو ایران، کلا تو دنیا داره یه سری اتفاقای خوبی میفته سر این ماجرای مصرف کاغذ. کتابات داره دیجیتالی میشه، بعد خیلی ها دیگه الان مخصوصا سر همین تدریس آنلاین دیگه میرن نسخه پی دی اف کتابا رو مثلا تهیه میکنن استفاده میکنن و حالا امیدواریم که این مشکلات هم برطرفش و انقدر منابع طبیعی زمین و مادر طبیعت رو مورد عنایت قرار ندیم، ببینیم چی میشه. واقعا
ساختن کاغذ هم خیلی بده، آب نیاز داره و انرژی زیادی آره نیاز داره و خیلی دیگه همه چی مهمه نابود میکنه. میشه این داستانا. دمت گرم علی. من خودم از سال بعدی که دانشگاه شروع میشه میتونم دستگاه دیجیتال ببرم، حتما یه اپل پنسل میخرم و با آیپدم میرم دیگه، نه کتابای دانشگاه رو میخرم نه کاغذ میبرم بخورم. وضعت خوبه از اینا عثمان بخر مهندس. الله ما 600 تا جا کار میکنیم نمیتونیم از اینجور چیزا بخوریم. ای بابا حله. دمت گرم. خب عرضم به حضورتون که اینم از این داستان، ماجرا و مقدماتی راجع به اکسل که حالا میگفت این برنامه پر فرمول از اینجور داستان هاست. امکاناتی نظیر جستجوی اطلاعات، مرتب سازی، فیلتر کردن دادا برای سهولت کار با دادای با حجم بالا. یعنی اون یه هنرستان بود، تو الان میتونی توی فایل اکسل اطلاعات کل هنرستان‌های منطقه 14، نه اصلا کل هنرستان‌های تهران رو میتونی بندازی تو اکسل و راحت نری زیر خروار کاغذ گم بشی. 3 سوت دنبال اون چیزی که هستی میتونی بگردی. آقا میخوام ببینم بهترین هنرستان، اونی که بیشترین معدل رو داشته کدومه؟ در جا یه دونه خونه یه فرمول می‌نویسی تموم، دکمه اینتر کلیک رو بزنی برات میاره. بس سلام. این بود از ماجرا و مقدماتی که راجع به اکسل باید میدونستیم. ایشالله بعد استراحت که نوگلای واقع زندگی تشریف بیارید وارد داستان میشیم ببینیم که چه خبره. خب بله، عرضم به حضور حضرات که آقا شرط این که ما بخوایم یه چیزی رو یاد بگیریم، شرط اولیه چیه؟ اینو بریم مفاهیم پایه و بیسیک و بنیادین اون چیزی که رفتیم سراغش تو دلش رو عرضم به حضورتون که یاد بگیریم، با الفاش آشنا بشیم و بریم تو دلش شکمش رو پاره کنیم کار کنیم باش. مثلا ما وب کار کردیم به بسم الله که نرفتیم سراغ HTML CSS. اگه یادتون باشه اول رفتیم گفتیم آقا اصلا اینترنت چیه، شبکه چیه، صفحه وب چیه، سایت چیه، مرورگر چیه، اینا رو گفتیم بعد رفتیم سراغ. اینجا هم همینه. واسه همین اینجا استثناً کتاب خوب عمل کرده و یه چیزی این بالا نوشته مفاهیم پایه در صفحه گسترده، نه نوشته مفاهیم پایه در اکسل. اینا یه سری مفاهیمن که تو هر برنامه صفحه گسترده هستن. یعنی اگه اون برنامه این مفاهیم توش رعایت نشده باشه، اینا رو نداشته باشه، اصلا نمیشه به اون گفتش که این یه برنامه صفحه گسترده است. خب بعد این مفاهیم آشنا میشیم و حالا میریم تو دل نرم افزار باهاش کار میکنیم. سلام عزیزم، کجا بودی آقا؟ کجا بودی؟ دیروزم که آره و اوه من الان یه چیزی یادم افتاد، اون کلاس رو یادم رفت فضول غیاب کنم، کلاس شما رو. ای بابا. خب آقا مفاهیم پایه در صفحه گسترده. سلول، باریکلا. سلول میگه که کتاب توی تیتر خیلی خوش سلیقه بوده اینو نوشته، ننوشته در اکسل، اما در ادامه گند زده. گندش چیه؟ اومده اینو گفته، بعد گفته اینه، حالا اینو این نمیدونیم چیه، بعدش تعریف کرده. بله یه حدس انفجاری داشتیم. خب واسه همین ما میایم از آخر به اول که مثل آدم بفهمیم اینا چیه. این میاد اینجا اینو میگه این سطر و ستونه، بعد اومده گفته سطر و ستون چیه، بعد سطر و ستون توی چی ان، بعد اومده گفته خب چه کاریه. بسم الله. از کارپوشه شروع میکنیم یا اصطلاحاً ورک بوک که اگه دقت کنید ترجمه کلمه به کلمه همینه. ورک، کار، بوک هم به معنی فایل، پوشه. تو دنیای نرم افزار کامپیوتر بوک به معنی پوشه، فایل، پرونده استفاده میشه. میگه در محیط اکسل هر پرونده، هر فایل صفحه گسترده بهش میگیم یه دونه کارپوشه یا ورک بوک. پس یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا من اینجا میزنم اکسل باز میکنم، این الان چیه؟ یه دونه ورک بوکه، یه دونه کارپوشه است. به این میگیم الان یه دونه فایل، یه دونه به فایلای اکسل چی میگیم؟ میگیم ورک بوک. اینو الان سیوش بکنم، اینجا مراپشن رو بزنیم که اینو باز کنه برامون. اینا نگاه کن نوشته اکسل ورک بوک. این از این داستان.
خب عرضم به حضورت که این آقا نقاشی میشه بکشی برامون؟ ما ذلت نقاشی رو دوست داریم با شما تجربه کنیم. چشم بیا. کارپوشی یا ورک بوک در محیط اکسل هر باریکلا. حالا هر ورک بوک، آقا من اینو بگم، حالا من متنفرم از ترجمه اینکه به زور بخوایم معادل اونا رو فارسیشو پیدا کنیم و یه کلمه‌ای براش تعریف کنیم، فارسی سازیش بکنیم. بابا خودت ارزه داشتی اینو خودت درست میکردی، با اسامی خودت میگفتی. نه، این با این اصلا مفهوم داره، مفهوم پشتشه که بهش گفتم ورک بوک. الکی نیا بگو نمیدونم کارپوشه، صفحه وسط. آره اصلا والا سوای خندیدنش، میخوام بگم کلا کار غلطیه. اگه تو ارزه داشتی یه چیزی رو درست میکردی، خب اونو کلا با همون نام و مفهوم میشناختم. ولی وقتی خب تو این کارو نکردی، پس باید از اون کلمات خودش هم استفاده بکنی، چون بهتر مفهومه. فکر کنم قبلیت مثالش زدم دیگه، معادلای شاهکار فارسی سازی دیگه. کروات مثلا گفتن درازآویز زینتی. خدا شاهده من رفیق دارم و وقتی فهمیدی کلمه رو معادل فارسیش درست کردن، دیگه نه میخره نه استفاده میکنه، میبنده به خودش. چون میگه هر سری میبندم فکر میکنم فوش بستم به خودم، آویزون کردم. درازآویز چی آخه؟ تبلت، رایانک مالشی چیه این آخه؟ مثلا این تبلت داری تاچش از کار افتاده، میخوای بگی میری تعمیر میگی آقا این تبلت دارم تاچش کار نمیکنه، بخوای رعایت کنی میری میگی چی آخه؟ میگی آقا اینو هرچی میمالم نمیاد. یعنی چی آخه؟ بگذاریم آقا تا ریپورتمون نکردم ما رو. حالا آقای معارفن تجربه داره، میگه دیگه نمیتونم بمالمش و اینا دیگه. حالا آره، هر کارپوشه از چندین کاربرگ یا صفحه کاری تشکیل شده. ایشالله که با هدفون گوش دادید اینا رو، آبروی ما رو تو خانواده نبردید. کاربرگ و صفحه کاری حالا چی هست؟ کاربرگ یا اصطلاحاً ورک شیت، که دیگه واقعا از این به بعد میگم به شیت یا ورک شیت، میگه در هر کارپوشه، در هر ورک بوک، در هر فایل اکسل، در هر ورک بوک یک یا تعدادی صفحه وجود دارد که با اون کاربرگ گفته میشه. یه فایل اکسل حداقل شامل یه دونه ورک شیته. اینا این چیزی که این پایین ما بهش میگیم چی؟ شما اکسل رو باز میکنی به بسم الله، خب باز میکنی اکسل رو اینجوریه، به میگیم چی؟ یه دونه ورک شیت نوشته شیت 1. آقا ما به صفحات بیشتری نیاز داریم. بیا زهر ما. آره دوستان، رو تلفظ این خیلی تاکید میکنم، این تلفظ شیت هست. با اشاره کردم ساعت پیش با اون شت که شما تو هر مرحله از کاری که تو زندگیتون انجام میدین باش مواجه میشین فرق میکنه. شیت به عنوان یک صفحه، یک آره. خب آقا حالا هر شیت از یه سری داستان تشکیل شده. خب این داستانهایی که ما داریم تو این شیت میبینیم، میخوایم ببینیم اینا چیه، این چیه. یه تصور خیلی احمقانه و کودن وارانه نمیدونم یه چی، ولی خیلی احمقانه بخوام بگم از ذهنیت خودم، نسبت اولین باری که تو زندگیم اکسل رو باز کردم مدرسه، فکر کنم دبستان بودم، یعنی اول دوم دبستان بودم، مثلا موقع آفیس 97 و 2000 و از اینجور چیزا بود. صرفا میدونستم کامپیوتر یه چیزیه، مثلا یه قطعی داره مغز کامپیوتر بهش میگن سی پی یو. خیلی هم با خودم کلنجار رفته بودم که این سی پی یو بلد باشم، مثلا میگم او کامپیوتر سی پی یو داره، مثلا چوسی بیام اینجوری. اولین باری که باز کردم این قیافه رو دیدم، حالا موقع این بالاش این شکلی نبود ولی خب همون قدیمی ویژگی جدولی رو داشت دیگه. یهو تو ذهنم اومد که این مثل چیز میمونه، این خود اصلا سی پی یو کامپیوتره. تو اگه مثلا اینم سلولای مغزشه، اگه تو مثلا اینجا یه چیزی بنویسی باعث میشه کامپیوترت فلان کارو بکنه. یه همچین تصور
احمقانه ای داشتم، ولی خب لذت می‌بردم ازش. من لذت بردم از زندگیم حتی به غلطی. میشنیدید بارد. آره آقا ببینیم توی این شیت چیه. من چقدر امروز دارم اراجیف میگم. تو شیت یه تعدادی ستون میبینیم یا اصطلاحاً کالم. آقا این ستون با اون لفظ لاتی و اینجور چیزا فرق میکنه. ستون جدول. آریکلا. هر کاربرگ از تعدادی هر شیت از تعدادی ستون تشکیل شده. خب اینا یعنی به هر کدوم از اینا میگیم چی؟ ستون، که با حروف A تا Z نامگذاری شده. خب آقا ممکنه یه نفر بیشتر از این 26 تا ستون لازم داشته باشه، چیکار کنه؟ خب اکسل میگه اب نداره، 2 تا A میذاریم. چطور تو مینویسی 1 تا 9 که تموم میشه میای دو رقمیش میکنی، یه دونه 1 میذاری بغلش 0، دوباره اون صفر شروع میکنه تا 9 پر شدن، تا 99 پر شد یه 1 میذاری 2 تا 0 بغلش 101 102. اینم اینجوریه با حروف الفبا این کارو انجام داده واسه ستون. آقا چرا با عدد انجام نداده؟ خب بخاطر اینکه عددا رو برای سطر نگه داشته. یعنی بعد از Z شده 2 تا A B A C A D A F، همینجوری رفته. ماشاءالله. برو آقا تا کجایی میره جلو؟ تا جایی که عرضم به حضورتون که ZZ هم پر بشه. خب یعنی تا ZZ برسیم. بعدیش چیه؟ ای گفتی؟ بچه یه لحظه تلفنی جواب بدم. بله این ZZ تموم بشه بعدیش، بله آقای عبدالصمد، بعدیش میشه 3 تا A. حالا A B همینجوری میره. آقا تا کجا؟ تا X F D. حالا برو خودت حساب کن که عرضم به حضورت که چند تا ستون میشه. آقا منتهی علیه سطرش چیه؟ 1,048,576 تا هم سطر داره. آره به 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 به. و اینو بخوای اینجوری بیای بالا پیر میشی. این همه لازم میشه. این دیگه گذاشته گفته آقا خدا رو چی دیدی شاید لازم شد. من واسه میگن صفحه گسترده دیگه، یعنی این ته نداره، خیالت راحت باشه. پس ستون، هر شیت از تعدادی ستون تشکیل شده. 26 ستون اول در اکسل با حروف لاتین A تا Z نامگذاری میشوند. بقیه ستون با حروف A تا X F D نامگذاری شدن. خب آقا میشه نقاشی کنیم و نقاشیاتو دوست داریم. آقا بیا به روزی در نگاه. سطر چی بود؟ یا اصطلاح رو سطر، شاهکار تعریف فارسی رو میخوام اینجا بهت بگم. سطر رو ببین چی تعریف کرده. گفته سطر هر کاربرگ از تعدادی ردیف افقی تشکیل شده که با آنها سطر میگم. باریکلا، آفرین. منم الان میام برات اینو اینجوری تعریف میکنم. میگم که هر کاربرگ از تعدادی سطر افقی تشکیل شده که به آنها ردیف میگویم. این شاهکار میتونم اینجا بهت بگم رو یعنی ردیف. خب چرا واقعا فارسی چرا اینجوریه؟ چرا اصرار دارید هر چیزی رو تعریف فارسی براش پیدا کنید؟ نمیدونی نکنید. سطر رو میگه هر کاربرگ از تعدادی ردیف افقی تشکیل شده. خب باریکلا، ردیف چیه؟ هر کاربرگ مثلا من میتونم بگم از تعدادی سطر افقی همونه. من چی بگم آخه؟ سطر این آقا، سطر همون مفهومیه که تو بلدی تو جدول، این میگن سطر. باریکلا. آره این هم میشه سطر که از با عدد داستان داره و از 1 تا 1,045,576 میشه. خب سلول چیه؟ سلول یا خونه میشه هر کدوم از این خونه‌ای که شما میبینید بهش میگن یه دونه سلول. آقا اینا با هم دیگه، این سلول و خونه ها چجوری به وجود میاد؟ مثل خونه جدول چجوری به وجود میاد؟ حاصل برخورده یه سطر با یه ستون میشه چی؟ یه دونه سلول، یه دونه خونه، یه خونه جدول.
و اکسل هم همینه. الان حاصل برخورده این ستونی که انتخاب کردم، ستون N یکم بزرگ کنم ببینید، با مثلا سطر 10 میشه چه خونه ای؟ میشه خونه این خونه ای که اینجا دیدی. خب بچه ها من اگه بخوام این خونه رو مشخصش بکنم، خب یعنی از اول بخوام با یه حرکت، با یه اسمی، یه آدرسی بهت بگم که تو مستقیم بیای سراغ این خونه، چی کار میکنی؟ چه حرکتی خوبه بزنی که مثلا من اگه این اکسل رو باز کردم میخوام بگم برو توی این خونه، الان این همین خونه ای که وایسادن، چه جوری میخوای به من آدرس بدی که بیام سراغ این خونه؟ باریکلا. میتونم اسم ستون و شماره سطرش رو کنار هم دیگه بیارم و بگم این میشه اسم اون خونه یا آدرس رسیدن به اون خونه. واسه همینه که اکسل موقع طراحی نیومد بگه که آقا این برای سطرش شماره بذاره، برای ستونش هم شماره. میتونست این کارو بکنه، خب، ولی بعدا باید میفهمیدی که نمیتونست اینجوری راحت شماره گذاری بکنی. اگه می‌خواستی اینجوری آدرس سیو بکنی یه مش عدد کنار هم دیگه میومد، نمیفهمیدی یه رقم اولش واسه سطر یا دو رقم اولش برای سطر، اینش مشخص نمیشد. واسه همین میتونم به این خونه الان اینجوری ترکیبی آدرس بگم. حالا بین علما اختلافه، همونطور که سر کلاس هم میبینیم، یکی میگه N10، یکی میگه بگو 10N. قرارداد گذاشتن، گفتن که اول چی رو میگیم؟ ستون رو میگیم، بعد اسم سطر رو میگیم، بس سلام، یعنی N10 قرارداد دیگه. خب آقا اسم اینو ما کجا میبینیم؟ اسم این 20 صاحبو این بالا تو اکسل یه چیزی داریم به اسم نیم باکس، خب که اسم اون خونه رو مینویسه برات. یعنی من اینجا کلیک کردم، الان خودت هم میبینی اینجا M یه رنگی شد، این ورم تو سطر 10 یه رنگی شد، خب و اینجا بالا برات نوشته این خونه M10. این نیم باکس به دردای دیگه هم میخوره، حالا جلوتر میبینیم. فعلا یه خاصیت مسخره شو اگه بخوای پیدا کنی، مثلا اینجا میخوای بری توی چه میدونم M100,000 بری اسمتو بنویسی، بیا M100,000 رو بنویسی اینجا، تشریف فوردی M100,000 اسمتو اینجا بنویس. بر فرض مثال مهوش، دلم واسش قشره. بله آقا این از M100,000. حالا مثلا تو بیا برو دوباره برگرد A1، بیا برگشتیم اونجایی که خدا بیامرز بود. اسممون رو کجا نوشتیم؟ انقدر پرته که آره ولش کن. خب آقا این از این داستان سلول و از این جور چیزا. میگه سلولی که بر روش کلیک شده یا با استفاده از کلیدهای جهتی صفحه کلید انتخاب شده بهش میگیم سلول فعال. یعنی من الان با این دکمه‌های 4 جهت صفحه کلیدم روش میرم، این که اینجوری کات داره میگیم سلول فعال یا اکتیو سل. حالا اصطلاح اصلیش هم یاد بگیریم خوبه. یعنی این سلولیه که الان ما توش میتونیم دیتا وارد کنیم، فرمول بنویسیم و هزار جور معصیت دیگه، کارهای بد. در یک صفحه نرم افزار سطوزی باشه. تعداد سطرهای هر کاربر چند تاست؟ خب دیدیم نام خود رو این کارو انجام دادیم. آدرس سلولم که الان مفصل راجبش صحبت کردیم. برای مثال سلول 20 محل برخورد دومی ستون، نه آقا دومی ستون چرت، اینجا کتاب چه محل برخورد ستون B و سطر سومه. اگه قرار بود ستونا رو بشماریم عدد میذاشتیم، وقتی کاراکتر میذاریم اسمش محل برخورد ستون B و سطر سوم. سوال: آیا نوشتن نام سلول به صورت GA بزرگ 8 با GA کوچیک 8 در نیم باکس تفاوت داره حضرات؟ من میخوام برم تو اون M100,000 که اسممو نوشتم، آیا M بزرگ بذارم با M کوچیک بذارم فرق؟ من الان با M کوچیک بنویسم M100,000 رو، به نظرتون میره یا نمیره؟ تفاوتی داره براش؟ عرضه عبدالصمد میگه میره. از کجا فهمیدی میره؟ هیچی آقا، ولی یا میره یا نمیره دیگه. الا وقتا که یه تیری میزنی تو تاریک یا درست در میاد یا غلط. کار درستی کردی. استثنا اینجا. بله میبینیم که رفت M
100,000. آقا اسمت کو؟ من فکر کنم توی ام 1,000,000 نوشتم. آره ام 1,000,000 اسممو نوشته بودم و دیدید که خودش اینجا اومد بزرگ کرد حروفشو. چرا؟ اینم طبق همون قاعده نانوشته، چون اسامی رو ما با کاراکتر بزرگ قرار میدیم. آقا متوجهی؟ سوالی چیزی نیست؟ نوگلای باغ زندگی یه علائم حیاتی، یه چیزی. خب بریم سراغ ادامه. میگه که پس اینجا جواب این دوست عزیزمون رو ما با عزتون اینجا بدیم. نه باریکلا. کارگاه 1 شروع کار با نرم افزار. حاجی رضایی قصه ما برای اینکه اطلاعات مورد نظر خودش رو تو اکسل وارد کنه یادگیری اکسل رو شروع کرده. اولین قدم برای کار عملی ایجاد فایل جدید. نه بابا، نرم افزار اکسل رو ایجاد کن. باریکلا. گفتیم بیا اینجا بزن اکسل، بعد اکسل با اینا دیگه ایشالله در حد باز کردن بلدی دیگه. یا اگه باز بیا اینجا بزن فایل، روی نیو کلیک کن، بعد بلنک ورکبوک رو بزن یه فایل جدید. این از این داستان. کو اینا 6 کاربر رو به صورت راست به چپ تنظیم کنیم. خب ما داریم تو مملکت فارسی زبان زندگی میکنیم و مدل نوشتن دیتا و همه اطلاعاتمون از راست به چپ دیگه، وقتی با دیتای فارسی سر و کار داریم. مثل همین چی؟ مثل همین اکسلی که من اینجا خدمتتون نشون دادم. خب کجاست؟ بیا اینجا. این از راست به چپ دیگه، دیتا رو ما از راست به چپ می‌کنیم. واسه همین اینو باید تنظیمش کنیم که اینجوری از سمت راست شروع کنه این نامگذاری ستون ها رو A B C D اینا. این کار رو چجوری انجام بدیم؟ این باز کردی میای اینجا توی این تب پیج لایوت و اینجا روی این گزینه شیت رایت تو لفت کلیک میکنی، اینجوری برات تبدیلش کرد به اینجا. همون قواعد هیچ فرقی نمیکنه، فقط نحوه نمایشش رو عوض کرد. یعنی تو نامگذاری سطر واسه هیچ، فقط جهت چرخید. این از این مورد. دیتا انتری انجام دهید. دیتا انتری بچه‌ها خیلی خوشحالم این اصطلاح کتاب براتون آورده. ساعت پیشم تو مقدمه درسمون گفتم تو حوزه دیتا ساینس به بسم الله و سخت که نه، گلترین تراکتورترین کار بحث دیتا انتریه. اینکه تو اطلاعات تو جمع آوری کنی و وارد اون سیستمی که میخوای تحلیل دادن روش انجام بدی، با اون سیستم اطلاعات وارد اون سیستم بکنی. حالا یا اطلاعات کاغذی تو باید بشین خودت دستی وارد کنی، چاره‌ای نداری، یا باید بری اطلاعات پخش و پلاس از برنامه‌های دیگه جمع و جور کنی، مرتب کنی، از یه سری سایت اطلاعات رو دانلود کنی. این کارو بهش میگن دیتا انتری کردن. توی یه سری حالا بخت باید یار باشه، راحته. توی یه سری پروژه‌ها سخت. مثلا من خودم برای این پروژه همه دیتا رو از رو کاغذ وارد می‌کردم، یعنی دونه دونه این عدد رقم‌ها رو دیتا انتری وارد می‌کردم، ولی خب جواب این سختی‌ها رو هم گرفتم دیگه. با 14 تا اکسل آدم یه گوشی بخره خیلیه. عرضم به حضورتون که میگه اطلاعات رو مطابق شکل 6 وارد کنید. هر کدوم از عناوین درج شده در جدول هر کدوم از عناوین درج شده در جدول ردیف نام فیلد و هر سطر از جدول که شامل مشخصات مربوط به یک شغل رکورد میگن. اینو بچه‌ها من واقعیتش اولین باریه که دارم میشنوم راجع به اکسل، حالا اونم توی این بحث مقدماتی، یعنی میگن ولی نه به بسم الله. خیلی بیشتر الان داره ترکیبش میکنه با همون مفاهیمی که تو اکسس یاد گرفتین دیگه. یعنی میگه آقا وقتی قراره تو سطر اول تو مشخص کنی که تو سطرهای بعدی چی میاد، این سطر اول رو میگه همون فیلد، ما بقیه رو بهش میگیم رکورد. ولی ممکنه الان تو به یه نفر بگی آقا سطر اول فیلده، بگه وات فیلد نه فیلد مثلا چی. خب آقا بریم این کار رو انجام بدیم. اکسل رو باز کردیم، عین کتاب نگاه کن ببین تو A1 B1 C1 خب وارد کن ببین چی. اگه به اعضا و جواره بدن حضرات فشار نمیاد، ما صفحه 6 قسمت سوم داریم این کارگاه رو انجام میدیم. کتاب جلوم بازه که این اطلاعات رو وارد بکنم. می نویسم ردیف
نام خانواده. آقا چی جوری الان میری یه خونه دیگه؟ من روی این خونه الان مینویسم اطلاعاتمو، مثلا نام پدر، بعد با زدن دکمه اینتر یا دکمه تب میرم، اگه اینتر بزنم میرم یه سطر بعدی، اگه تب بزنم میرم خونه خالی بعدیش، حالا تو هر جهتی که باشم. شماره شناسنامه، محل تولد و تاریخ تولد. آباریکلا. اولیش یه ردیف 1 اینجا زده رضا محمدی علی 329 339 ولش کن، دوست داشتم بنویسم 29. تهران. تاریخ تولدش که 1381 15. اینم از این داستان. خب الان ممکنه بگه که آقا این چیزی که شما الان بر ما وارد کردی اطلاعاتشو، این چیزی که کتاب داره به ما نشون میده خیلی قیافش خیاره و این یه چیز کلا، اونم یه چیز دیگه است. باش آقا شما درست میفرمایید، تشریف بیارین اینا رو انجام بدیم. میگه که آقا اینو چیکار کنیم؟ سطر اول الان یکم مشکلی که داریم میبینیم که آقا این بحث این جا نمیشه، تنگه براش، این تو جا اصلا زده بیرون نمایش نمیده. چیکار کنیم؟ میگم ببین بیا روی این خونه کلیک کن یا روی این ستون کلیک کنی بهتره، یه موقع حرکت اشتباه نمیزنی. بیا رو مرز اون ستون. مرز اون ستون یعنی چی؟ مرز اون ستون اگه از راست به چپ باشه همیشه اون به سمت بی‌نهایت. الان به سمت بی‌نهایت ما این ور دیگه میشه دست چپ. اگه شیتمون از این جهت بود مرز بی‌نهایتمون میرفت به سمت راست دیگه، پس مرز ستونه‌ای میشه چی؟ این قسمت. خب این نمیشه، این میشه. حالا با کلیک کردن متوجه میشین. روی این کلیک کن و بیا رو مرزش و میبینی علامت موس چجوری میشه. خب روش کلیک کن نگهدار. اینو میتونی تا هر جایی که دلت میخواد میتونی اینو ببری و اون اندازه‌ای که دوست داشته باشی رو بدی. مثلا ما اینجا محل تولد رو اینجا میزنیم تهران تو توکیو، من فقط تو رو دوست دارم عزیزم توکیو. عرضم به حضورتون که آره آقا اومد و ما 600 تا ستون داشتیم و این 600 تا ستون به هم ریخته بود. مثلا یکی اینجوری بود، یکی بازین اینطوری بود، این زیادی بزرگ بود، این زیادی کوچیک بود، این انقدر بزرگ بود، این خیلی کوچیک بود. پس ستونا زیاد بود و مثلا کلی رفته بودیم. بخوایم اینا رو مرتب کنیم پس بعد دقیقاً چه خاکی بریزیم تو سرمون. عرضم به حضورتون که ببین اینجا میتونی بیای با این حرکت روی اولین ستون کلیک کن، کلیک موس رو نگه دار و بکش بیار تا آخرین ستونی که داری. آقا خیلی زیاده، انصافا وقت نمیشه ما یه ساعت بریم تا برسیم به اون ستونا. باشه اب نداره، گریه نکن. و عرضم به حضورت که الان میبینیم بیا اینجا این گوشه رو میبینی، اینجا این بالا روی یه کلیک کن همه رو برات انتخاب میکنه. بعد بیا رو مرز یه دونه از این ستونا که توش اطلاعاته کلیک کن، فرقی نمیکنه یک کدوم، مثلا این دابل کلیک کن و این اتفاق برات میفته. باریکلا خودش بهترین ابعاد مناسب رو چیکار میکنه؟ تنظیم میکنه. الان عبدالصمد سوال خیلی خوبی پرسید، میگه که کنترل ای هم میشه اینجا تو کنترل ای رو بگیری، بذار به هم بریزیم اینجا، مثلا اینو به هم بریزیم ببینیم میشه یا نه. میام اینجا کنترل ای رو میزنم، آره جواب میده. اگه روی اینا کنترل ای بگیرم عبدالصمد دیدی چی شد؟ اگه تو فضای خالی کنترل ای بگیرم کل ورکشیت رو انتخاب میکنه. اگه قسمتی که محتوا دارم کنترل ای بگیرم فقط اون تیکه‌ای که محتوا دارم رو انتخاب میکنه. حالا بیا امتحان کنیم ببینیم اینجا جواب میده. اینجا کنترل ای بگیرم مثلا روی این کلیک کنم، نه. اگه اینجا هم کلیک کردم ربطی به کنترل ای نداشته. بذار من 2 تا خونه رو به هم بریزم، 3 تا رو به هم بریزم.
کنترل ای رو بزنم روی این ای کلیک کنم، نگاه کن فقط ای رو برای من درست کرد. ولی اگه اینجا کنترل ای رو بزنم رو ای کلیک کنم دوباره، نگاه کن همه رو برام درست کرد. باریک. سوال خیلی قشنگ بود، جیگرم اومد اش کردم. آقا این علاوه حالا باشه اونو درست کردی، فونتو چی میگی؟ اینا دیگه وردیه دیگه بچه‌ها، آشنا هستی. سطر اولو نگاه کن، از فونت بی تیتر استفاده کرده. شما اگه اکسل رو نگاه کنی بی آبروبازی در نیاری، آبروی معلمی که به ورد یاد داده نبری، میبینی که اینجا تو تب هوم این یه تیکاش خیلی شبیه ورده. بیا اینا رو انتخاب کن. آقا چجوری انتخاب کردی؟ آقا روی یه دونه کلیک کن و موس رو نگه دار بیار تا این آخر، بعد اینجا بزن بی تیتر. آقا باز به هم ریخت. آقا باشه آقا بیا انتخاب کن دوباره، دابل کلیک کن بس. آقا پایینیه چیه؟ پایینیه بی نازنینه. حله. آقا ای بابا چته بگو. این فرق میکنه با اون چیزی که تو کتابه. چه فرق؟ آقا اینا همشون وسطن اینجوری، ما اینا همشون چسبیدن به این کنار. چیکار کنیم؟ باشه عزیزم بیاوربازی در نیار. اینا این میبینی اینجا وسط چینو واسه حضرت علی گذاشتن، انتخابشون کن، بیا اینجا روی این گزینه وسط بزن. شما توی ورد این ستا رو دیده بودین، اکسل یه ستا دیگه هم داره که ترازبندی توی محور عمودیه، یعنی بالا وسط پایین هم داره. یعنی چی؟ بر فرض مثال من توی این خونه میزنم 1، این الان سمت راست و پایینه. نگاه کن سمت راست و پایینه. الان سمت راست وسط تو حالت عمودی و سمت راست بالاست. حالا همه اینا میتونن اینطوری هم باشن، یعنی اینجا وسط بعد اینجوری باز خودش بچرخه باز بیاد پایین اینجا بچرخه. میبینی؟ یعنی ما 9 تا جایگاه توی خونه‌های اکسل داریم که این حالت بالا و پایین بیشتر برای دیتای انگلیسی و عدد رقم خیلی قشنگتر و خوشگلتر جواب میده تا نوشته‌های فارسی. اینم از این مورد. حالا این کارم انجام دادیم. آقا دیگه آقا زهرمار دیگه شبیه چیز شد دیگه، کاملا همون چیزی بود که کتاب خواست. خب بریم ببینیم چی داره. الان میتونست عبدالصمد مثلا یه دونه دیگه از اون سوالای خوشگلش بپرسه، این که آقا اگه من الان بیام اینجا یه نفر دیگه رو هم اضافه کنم، اونم همین فونتو داره، بیا اضافه کنیم ببینیم چی میگه. مثلا 2 مثلا مهیار عبدالصمد، میبینیم که نداره، اون فونتو براش حفظ نکرده. خب چیکار کنیم؟ خب چی میتونیم بیایم اینجا دوباره انتخاب کنیم. خب آقا ما دونه دونه واسه هر سطر این کارو انجام بدیم؟ نه، الان میخوام یه دونه تریک بهت یاد بدم، یه دونه حرکت باحال. ببین اون بیشترین فونتی که یعنی اون فونتی که بیشترین استفاده رو داره تو کل صفحه مربوط به دیتات میشه، از اول تصمیم بگیر چه فونتی میخوای بذاری. خب بیا اینجا کل صفحه رو انتخاب کن، بعد اینجا تو بزن بی نازنین. الان تو هر کجای این صفحه بخوای تایپ کنی، مثلا علی، حسین، محمد، بی نازنینه. درست شد؟ کل صفحه میخوای وسط چین باشه دیگه، بیا کل صفحه رو انتخاب کن، این وسط چین رو روش بزن. حتی اگه دیدی اینو داره، نگاه کن روی این هست ولی الان عبدالصمد چسبیده این کنار، تو دوباره دو بار روش کلیک کن که همه رو بتپونه وسط. خب هر جا تایپ کنی دیگه این حالت حفظ میشه. بعد بیا اون دونه دونه سطرهایی که استثنا هستن رو بهشون، اونو بذار آخر سر بهشون فونت بده. یعنی الان دیگه اینو بده بی تیتر. همین من الان به هر کی اسم و اینا بدم میبینی که اون فونتش حفظ میشه. مثلا یکی دیگه از دوستان آیه محمد رضا، خواستم بنویسم محمد رضا، محمد رضا جمالی، میبینیم که اسمش به فنا رفت، اینجا دابل کلیک و درست شد. خب آقا بریم تو ادامه کتاب ببینیم چی نوشته. میگه 5 رکورد دیگر به جدول اضافه کنین. نوکر بابات غلام سیاه چیه؟ چه درخواستی داری؟ ولی متاسفانه چون لازم داریم واسه ادامه درسمون، چشم اضافه میکنیم. بیا اینم چون تویی. آقا چجوری اضافه کردی انقدر سری اینا رو؟ حالا میرسیم ان شاءالله جلسه بعدی.
میبینیم که متاسفانه از این اسطوره تعداد زیادی داریم ما اینجا. خب بریم سراغ ادامهش ببینیم چی داریم اینجا. باریکلا باریکلا باریکلا. بابا من چرا نمیتونم با پاک کنه این پاک کنم؟ داستانی داریم ما این وان نوت ویندوز. عرضم به حضورتون که میگه که آقا بیا اینجا رو سلول آی1 کلیک کن، اکتیو سلولت سلول فعالت آی1 باشه، بعد این کلیدو بزن. خب این کلیدی که من بهت میگم ببین چه اتفاقی میفته اینجا برام بنویس. ما میگیم چشم. میگه الان برو روی آی1 کلیک کن. باشه بیا این آی1. میگه کنترل به اضافه چپ رو بزن، دکمه جهت چپ کیبوردتو بزن، کنترل چپ بزن ببین چی میشه. کنترل چپ 3 2 1. کجا اومد آقا؟ از آیه اومد رو جیوان. یعنی چی؟ یعنی اومد به آخرین خونه‌ای که محتوا داره، چون اول محتوا بود اومد آخرین خونه‌ای که محتوا داره. اگه من الان رو جیوان دوباره آیه اگه این کنترل چپ رو بزنم چی میشه بچه‌ها به نظرتون؟ رو همین جیوان سوال میخوام دکمه کنترل چپ رو بزنم کجا میره؟ اساتید حضرات آخرین سلول به اولین سلول عرفان اسدی میگه آخرین سلول. خب عرفان اسدی آخرین سلول کجا؟ آخرین سلول اینجا، آخرین سلول این پایین، آخرین سلول اونور. سعید پور یعنی تو میگی برمیگرده دوباره آیه. آقا امتحان کنیم. 1 2 3 رفت آخرین سلول اون سطر. چرا؟ چون دیگه محتواهاش تموم شد. کلا این دکمه کنترل جهت خب اگه محتوا باشه حالا چپ رو بزنی راست بالا پایین میره رو اول آخر اون محتوا. اگه رو محتوا تموم شده باشه و دوباره بخوای بیشتر از اون حرکت کنی تو اون جهت میپره میره. اگه جایی باز شاید تو مثلا یه تیکه دیگه اینجا دیتا داشته باشی میپره میاد اینجا. مثلا نگاه کن من از این یه کپی میگیرم میندازم اینجا. خب الان کنترل چپ رو میزنم پرید اومد دوباره به اولین جایی که محتوا داریم. دوباره کنترل چپ رو میزنم اومد اینجا. دوباره کنترل چپ رو بزنم رفت اونجا. میخوام برگردم. الان نگاه کن از رو XFD خب کنترل راست رو میزنم اومد روی تاریخ تولد. میبینی اومد به اولین جایی که محتوا داشتم. اگه دوباره کنترل راست رو بزنم میاد اینجا به آخرین جایی که توی این جهت حرکت محتوا دارم. اگه کنترل راست رو بزنم دوباره میره به اولین جایی که محتوا دارم، چون میگرده میبینه من محتوا جلو چشم هست میره اولین جاش. اگه دوباره کنترل راست رو بزنم اومد اینجا. همه این اتفاقایی که گفتم واسه کنترل بالا و پایین هم چیه؟ عرضم به حضورتون که صادقه. یعنی الان من رو آیه کم کنترل پایین رو میزنم میاد اینجا، کنترل بالا رو بزنم میره اینجا. اگه کنترل پایین رو بزنم پایین رو دوباره بزنم داره حالا بیام بالا رو بزنم اومد دوباره اینجا. از این یه دونه کپی بگیرم اینو اینجا فرض کن داشته باشم. بیا دارم واسه خودم همینجوری میچرخم. بیا بچه معلومه واقعا دیگه سوختم تموم شده نه؟ عرضم به حضورتون که همین. حالا تو همه اینا واسه خودمون حسابی چند دور چرخیدیم. حالا نوشته اینا شام براتون تو کانال میفرستم چون دیگه میخواستیم فرصت و اینا چیز نشه. عبدالصمد این چرا رو نگر دار، ایشالله جلسه بعدی بهش میرسیم که چجوری به این تاریخ تولد اضافه شده و همینطور شماره شناسنامه ها و همینطور شماره ردیف ها.
تو این کارگاه ما این آیتم ها رو انجام دادیم. یه تیکه این آیتم شماره 5 میمونه، محدودی یا رنج قسمت 6 و 7 و 8 هم که حالا دیگه بستن و سیو کردن اینجور داستان هست دیگه. قالب بندی رو هم که انجام دادیم. یه قالب بندی میشد همین که ما فونت و کارهای خوشگلاسیون خودمون دیدیم. سیو کردنش هم که کنترل اس، مثل چیزی که توی ورد و پاورپوینت یاد گرفتیم، هم کارهایی که راجع به سیو هست و ما اینجا هم انجام میدیم. آقا یه سوالی چیزی داره؟ اگه کسی سوالی چیزی داره در خدمتش هستیم، اگه نه که شما رو به خیر و ما رو به سلامت و فعلا خدا حافظ. دیدیم بچه اونا چقدر بامزه است بچه، عشق من، خیلی دوستش دارم. همه دارم میگم آقا حضور غیاب، یعنی فقط به خاطر حضور غیاب سر کلاس بودین دیگه. باشه آقا باشه، 2000 یعنی این درس رو براتون ارزش داشتن.